ما یک دونه ماهیچه روغنی داریم که قبلا این هم با روغن پخته شده و این هم به سینی ما اضافه میشه. ما سیر هم میگذاریم به سینی معمولا. سین چون خیلی از این مشتریا و اینا طرفدار از این سیر هم در این قسمت هم. بیننده های عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم در هر کجای از دنیا که هستین خوش و آرام و سرحال باشین. امشب یکی دیگر از رستوران های مدرن و معروف هرات را که به نام ققنوس یاد میشه انتخاب کردیم تا با شما یک جا ببینیم چه فعالیت هایی دارن، چه خدماتی برای مشترکین دارن و از نزدیک ببینیم و شما هم آشنایی بسیار زیادی و خوبی در اینجا داشته باشین. با ما همراه باشین. بینندگان عزیز، در صحنی از این رستوران قرار گرفتم و من یکی از کارمندا را پیدا کنم. سلام، وقت بخیر. خوب هستین؟ چه احوال؟ بخیرین؟ تشکر. بخیر باشین. اسم شریف؟ امید جان ایداری. خیلی خوب، خیلی خوب. ما تصمیم داریم که رستوران شما را بالاخره به تصویر بکشیم. اگر لطف کنین همین قسمت مدیریت با ما راهنمایی کنین تا اینکه از تمام بخش‌های از با ما معلومات بدن. درست؟ بینندگان عزیز، همراه باشین. خب همراهان عزیز، همراه با یکی از پرسنل ها قراره که ما طرف مدیریتی از این رستوران بریم و تمام بخش های مختلفی از رستوران تا به تصویر بکشیم. دفتر ریاست باغسرای رستوران ققنوس. السلام علیکم. وقت شما بخیر. شما بخیر. تشکر. بخیر باشین. قربان شما بخیر باشین. اجازه است؟ قربان شما بخیر باشین. بیننده‌های عزیز، ما همین اکنون در اداره عمومی رستوران ققنوس قرار داریم و فکر کنم با مدیر صاحب قرار است صحبت کنیم. درست؟ دقیقاً. خیلی تشکر میکنم از تشریف آوری شما و یک سلام بسیار گرم صمیمانه خدمت تمامی همشیران عزیزی که از طریق چینل یوتیوب محترم شما ما دارن تماشا میکنن. عرض سلام و احترام دارم خدمت از اینا و خیلی خرسندم با مجموعه عظیمی از خود بینندگان شما آشنا بشم و انشالله قسمت های از مختلف از رستوران ققنوس بخش های مختلف که انشالله رحمان ما دارین همگی خدمت شما انشالله به صورت منظم یک گزارش بسیار کلی و عمومی خدمت شما انشالله توضیح خواهم داد. بسیار زیاد تشکر مدیر صاحب. مقصد با آسانی کسی مدیر نمیشه بدون از اینکه کدام سوال رو مطرح کنم. چیزی که ما میخواستیم خودش رو در لابلای گپا گفتن و بیننده‌های عزیز شما با ما همراه باشین تا تمام بخش‌های رستوران ققنوس به تماشا بگیریم. مهربانی مدیر صاحب. همراهان عزیز، با مدیر صاحب در صحنه رستوران آمدیم و قراره که بخش‌های مختلف با مدیر صاحب با هم یک جا ببینیم. با ما همراه باشین. مهربانی مدیر صاحب. ما قراره فعلا به کدام بخش بریم؟ ما همینطور که در سمت چپ رستوران می‌بینیم آلاچیق‌های بسیار مجهز منظم در قسمت خود بخش خود مجرد تنظیم شده که این بخش مطابق با ظرفیتی که میمونا هستن. بعضی وقت میمونا که هست تعداد اینا 30 نفر 40 نفر اینا میشه. اکتفای بسیار خوبه مجهز با تمام امکانات رفاهی و امکاناتی که در واقع نیاز گرما و سرما ان شاء الله تنظیم ترتیب است. یا آلاچیق مثلا ظرفیت تقریبا 10 نفر میتونه باشه. اگه آلاچیق شما اگه به تصویر بکشین حتما چرا که حتما. مهربانی مدیر صاحب. مهربانی. یکی از تخت‌های خود آلاچیق‌های رستوران ققنوس که کلا شما صحنه می‌بینیم به صورت کاملا طبیعی، آبشار بسیار خوب مجهز منظمی و همچنان کلا همه چیز طبق استانداردهای جدید در واقع تنظیم و ترتیب شده است. مدیر صاحب ببخشید یک سوال، واقعا یک دکوریشن خیلی عالی داره. من متوجه از او حوض شدم و قسمتی که آبشار یا اینجانی، یعنی اینا در کل ذره به ذره نقشه گذاری شده. درست گذاری شده تقریبا. بله دقیقاً کلا همه چیز نظر به یک نقشه بسیار دقیق و درسته و امیت دقیقی تنظیم و ترتیب شده. بله بیننده‌های عزیز، ما فکر کنم نشستن در همچون فضای غذا خوردن و یا چیزی نوشیدن در همچون فضای واقعا کیف داره. واقعا و دقیقاً من میال یک حسی دارم، حسی کاملا آرامشی. یعنی در این رستوران هم میشه طبیعت احساس کنی
هم مدرنیت در کل با هم یک جا تمام قسمت های مختلف رستوران ققنوس میبینیم. با ما همراه باشید. ما اکنون در صحن قسمت مجردی رستوران ققنوس قرار داریم و طبقی که به تصویر کشیدیم واقعا فضای کاملا عالی، آرامش، صحن سرسبز، آب، چراغان، یعنی چی میخواین که اینجا نباشه؟ همه چیز هست و واقعا همونطور که از اون نامی و جذبه داره واقعا موقعیتی هم که داره موقعیت کاملا عالیه و خدمات شاهانه را انجام میدن که ما قراره بالاخره تمام بخش‌های زیر به تصویر بکشیم. با ما همراه باشین تا بخش دیگری از این رستوران به تصویر بکشیم. درسته مدیر صاحب؟ نه؟ ما قراره به کدام بخش بریم فعلا؟ مجردی است که در واقع در حدود 25 تخت ما در این قسمت تنظیم و ترتیب کلا همین اگه شما مشاهده بکنید باز اینجا آبشار بسیار خوب طبیعی از که شما در خیلی ان شاء الله به نمایش بگذارید. بسیار آبشار خوب دلانگیز میتونه باشه و همچنان آلوچه‌های بسیار خوبه که فامیلای محترم میتونن به صورت خیلی خوب با محیط کاملا آرام بخش در واقع بیان از این فضا استفاده بکنن. یعنی این هم بخش مجردیه؟ این بخش فامیلی ما میشه. بله کلا بخش فامیلی یکی بخش مجردی باز درست. بیننده‌های عزیز ما در قسمت بخش فامیلی رستوران ققنوس قرار داریم و چشم ما را یک آبشار کاملا عالی و با یک طراحی کاملا فوق العاده زیبا چشم ما را با خود انداخت و واقعا دلم میخواد که همینجا بشینم فقط شعر دکلمه کنم و میت یک فضایی است با چراغ‌های کاملا عالی، رنگ‌های متفاوت با تراوت. فکر نمی‌کنین که واقعا افغانستان زیبایه؟ ببینین چی یک دکوریشنی داره، بسیار ساده، چند تا سنگ گردی هم جمع آمدن ولی یک حسی به انسان میدن که گویا در هندوکوش قرار داریم میالی، گویا در بلندترین تپه فرازهای افغانستان کهن قرار داریم اکنون. بیننده‌های عزیز در هرات وقتی میایین اگر به ققنوس نیایین فکر کنم که بسیار پشیمان میشین. خیلی جای عالیه. ادامه میدیم برنامه خود و قسمت‌های مختلفی رستوران ققنوس به تصویر میکشیم. با ما همراه باشید. بخش فامیلی خود ما میاله به تصویر کشیم. خود این رستوران تقریبا 2.5 جریبه و بخش خود فامیلی ما هست یک جای بسیار خوب وی آی پی داریم. بخش خود آبشار میشه که تقریبا 12 تخت ما هست. حتی یک تخت بسیار خوب داریم در حدود 45-50 نفر گنجایش داره که اکثر فامیلایی که در واقع مهمونی‌های بسیار بزرگی که میگیرن هر شب ما مهمونی‌های مختلف داریم که در واقع میتونن مهمونا در واقع بیاین از این فضا استفاده بکنن و میشه که باز آلوچه‌ها رو هم ببینین. آلوچه‌ها ما گفتم که برای 2 نفر 3 نفر حتی برای 40-50 نفر ما آلوچه‌های بسیار خوبی داریم به برگزاری خود مهمانایی که میتونن داشته باشن. خیلی خوب. جناب مدیر صاحب بیشتر فعالیت از رستوران که هست از طرف شب؟ از طرف شب خیلی زیاده. بله از طرف روز هم هست. از طرف روز که از ساعت 9 بجه فعال تا ساعت 11:30 الی 12 شب که ما در واقع فعالیت داشته باشیم نظر به مهمانی که در واقع بیاین. ولی از طرف روز هم خیلی خوبه ماشاءالله مردم دید و بازدید دارن میآین. خیلی خوب. ولی از طرف شب خیلی زیاده. خیلی خوب. محیط ما هم گرچه دوره بازم نام خدا مهمانای بسیار زیادی ما داریم که از نقاط بسیار دور ایران. حتی مهمانای داریم که از قوه 4 میآین به رستوران ققنوس میرن به جای. جناب مدیر صاحب بجز از فضای آزاد فضای بسته هم داریم داخل؟ فضای بسته هم داریم که در واقع سالن ما میشه که با اون سالن هم میشه که باز مهمونای عزیز ما نظر به اینکه تقاضا داشته باشن میتونن به سالن هم تقاضا خود سرو بکنن و ناگفته نمونه که ما
در پهلویی که ما میمونداری میکنیم یک رستوران ما چون شهربازی داره، امکانات داره و همچنان محیط داره، اکثریت خود مکاتب خود ولایت هرات زیادتر سیرای علمی خود به داخل رستوران ققنوس میگیرن. خوشبختانه ما امسال بالای 25 مکتب خصوصی ما داشتیم و در این عرصه خدمات بسیار خوبه برای متعلمین، برای مکاتب مختلف ارائه کردن و خیلی راضی بودن و خیلی هم استقبال شده. میمونا و همچنان طفلات در حدود 300 تا 400 متعلم میآیند از فضا از شهربازی به صورت کاملا رایگان استفاده میکنن و فضای بسیار باز طبیعیه و تمام خدمات و امکانات ما در همچین موارد هم میتونه شامل بشه. تشکر. عزیزان و همراهان، ما همین اکنون در صحن رستوران قرار داریم و بخش مجردی، بخش فامیلی، شهری بازی، آبشارها و طبیعت در کل به نمایش گذاشتیم و با مدیر صاحب یک جا هستیم و قراره که بخش دیگری که عبارت از فکر کنم آبشار بخش خود آبشار میگن که در مرکز سن قرار داره. یا مجهز با آلوچه‌های بسیار خوبه، مجهز و منظمه که من گفتم خدمت شما یک آلوچه بسیار خوبه داریم. خیلی خوب. روش میگین که عبارت از همونه، درسته؟ خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، در صحن از رستوران ققنوس ما تماشا میکنیم یک آبشار کاملا عالی، چراغان و صدای شرشر آب در گوش امتنین انداخته و بالاخره قراره به تصویر بکشیم همه. و چنانچه مدیر صاحب میگن در اینجا یک موقعیتی تختی VIP دارن دیگه، متا خاص. واو اصلا همیالی احساس کردم که به یک دربار داخل شدم. مرحبا مدیر صاحب، اینجا مجبور که خودی هم بشینیم، درست؟ اینجا فکر کنم تقریبا پذیرایی از 40-50 تا میمون حتما میشه، درست؟ بله، اکثریت خود میمونیایی که در واقع برگزار میشه به رستوران زیادتر این آلوچه سفارش میکنن، چون روبرو آبشار هم هست و صرف دیگه گنجایش بسیار خوب داره که میتونه در واقع تعداد کثیری از خود میمونا در واقع در خود جای بده که در واقع بتونن با هم غذای صرف بکنن. بیننده‌های عزیز، همین اکنون در این موقعیت VIP نشسته هستم و یک اساس کاملا عالی دارم. روبروی من آبشاره و این هم به یک حالت بسیار مدرن ساخته شده با توشک ها و نلین های وطنی، بالشتک های وطنی، طرح چوبی، سقفی بسیار مقبول که همه چیز مد نظر گرفته، پرده، تمام چیزهایی که انسان احساس راحتی در اینجا میکنه، غذا خوردن، ششتن، خواب شدن، مطالعه کردن، آن چیزی که بخوای در اینجا میشه اجرا کنی. و فکر کنم بازم تکرار میکنم کسی به هرات بیایه به ققنوس نیایه واقعا پشیمان میشه. دیگه هستیم همراهیم. این قسمت هم به شما به تصویر کشیدم، قسمت های ما به تصویر میکشیم که شاید خیلی از کسا ندیده باشه. ما قراره آهسته به داخل خود رستوران فضای بسته هم بریم، به او هم یک دیدن بکنیم و همچنان غذاهایی که پخته میکنن، چه غذاهایی برای مشتری ها میدن، این رو هم به تصویر بکشیم. با ما همراه باشید. بیننده‌های عزیز، در صحن از این رستوران یک طفل بسیار نازنین و مقبولی دیدم، توجه ما به طرف جلب کرد. ببینیم چی حسی داره داخل از این اتاق. سلام. خوبی؟ باشه. اسمت چیه؟ امیرعلی. اینجا چه کار میکنی؟ کار میکنی و تفریح آمدی؟ به تفریح آمدی. از اینجا لذت میبری؟ هر شب میایی؟ همراه فامیل میایی؟ اون طرف نگاه کن. یک سلام به بیننده ها بکن. سلام. بگو خوب هستین؟ خوب هستین. بگو بیاین به داخل از رستوران که لذت ببرین. بیاین به داخل رستوران که لذت ببرین. بخیر باشین. خداحافظ. مدیر صاحب محترم، رستوران ققنوس در کل از سال تأسیس تا اکنون چند سال میگذره از این؟ خب رستوران ققنوس میته که تاریخچه از اگه در نظر بگیریم از سال 1390 پایگذاری شده. قبلا خب با بخش‌های مختلف استفاده می‌شد. قبلا موتور فروشی اینا بوده که اینجا موتور فروخته می‌شده و اینا. باز بعداً رستوران ققنوس در سال 1390 به صورت اساسی پایگذاری شده و تا اکنون ادامه داره بیسا. خیلی خوب. چقدر پرسنل داره؟
خب رستوران ققنوس در کل در نظر بگیریم در بخش‌های مختلف که پرسنل کار میکنن در حدود 30 نفر میتونن باشن که شامل آشپزخونه، کافی شاپ، بخش خود گارسونای و در بخش خود گلکارا اینا در کل در نظر بگیریم در حدود 30 نفر از اینجا امرار معاش میکنن و اینجا مشغول وظیفه هستن. خیلی خوب. در کل در بخش غذا چند بخش داریم و قراره که ما غذاها رو هم تصویر بکشیم. در کل ما هم غذای داخلی داریم هم غذای خارجی داریم. غذایی که در واقع خیلی در واقع مشهوره در ولایت هرات سینیا یا مجموعه خود عربیه که در واقع خیلی در واقع تمام مخلفات که شامل کباب میتونه باشه، کباب کوبیده، کباب جوجه، مایچه، امرا با پاچین و سایر مخلفاتی که میتونه یک مجموعه یا یک سینی عربی داشته باشه شامل می باشه که در واقع یک فامیل که در واقع 3 نفر یا 4 نفر تا 5 نفر باشن میتونن از این مجموعه یا سینی عربی استفاده بکنن. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، جوان دیگه هم در کنار من نشسته و برادر مدیر صاحب. از این سوال میکنیم که قیمت‌ترین غذایی که در رستوران ققنوس هسته وجود داره به چنده و چی اسمیه؟ سینی میکس پلیتر داریم که 3500 افغانی قیمتیانه. خیلی خوب. و برعکس از سوال، ارزان‌ترین غذایی که شما در رستوران ققنوس برای مشتری میدین چیه؟ چلو قرمه سبزی داریم و چلو قیمه گوشتار 150 افغانی. 150 افغانی. یا خوراکی نمیشه از اون بیارید؟ میشه، چرا نشه. دوستان و عزیزان، همراهان محترم، قراره بریم سمت آشپزخانه و غذاها را به تصویر بکشیم. با ما همراه باشید. همراهان عزیز، ما همراه مدیر صاحب در داخل آشپزخانه آمدیم و در آشپزخانه معمولا ما سر و کار ما با سرآشپزه. مدیر صاحب سرآشپز رو با ما معرفی میکنن که کیسته و بالاخره از اونا درخواستی داریم تا یک سینی عربی 3 نفره با ما از اون صفر تا صد جور کنن و ببینیم چگونه جور میشه و از چی غذاهایی استفاده میشه. با ما همراه باشیم. درسته مدیر صاحب؟ بله دقیقاً. همینطور که خدمت شما گفتم ما مجموعه عربی 3 نفره، 4 نفره و 2 نفره داریم و همین اکنون ان شاء الله یک مجموعه 3 نفره توسط آقای صدیقی صاحب که سرآشپز رستوران ققنوس ما هستند در واقع تهیه میشه که ان شاء الله در تصویر میشه که به نمایش بگذاریم. بسیار زیاد تشکر. السلام علیکم. وقت بخیر. سلامت باشید. خوبین؟ صحت خوب؟ قربان شما. هرچند مدیر صاحب اسم شما رو گفت، بازم خوش شما یک معرفی کوتاهی داشته باشید. با نام خداوند متعال عبدالجبار صدیقی ام، سرآشپز رستوران ققنوس. خیلی خوب. از آشنایی با شما خوشحال شدم. سلامت باشیم. همچنین خدا. یک خواهشی داریم که یک سینی با ما از اون 0 تا 100 جور کنین و توضیح بدین که از چی چیزهایی تهیه میشه. حتما. سینی 3 نفره مخصوص ققنوس یا سینی 3 نفره عربی که هسته، ابتدا ما کته یا تاچین آماده کردیم که قبلا رو فرم و به قسمت آماده شده. بعد از اون ما برنج سفید داریم و برنج قابلی. 2 رقم برنج که شما تری در مشاهده میکنین 2 رقم برنج آماده. کباب هم که ما تقریبا 2 دقیقه پیش کباب آماده کردیم. کباب داغ 2 سیخ کوبیده داره. کباب سینی 3 نفره ما 1 سیخ جوجه کباب داره. 1 سیخ جوجه که تقریبا 300 گرم وزنه، بسیار سیخ جوجه کلان و خوش رنگ و خوش طعمه ان شاء الله که باز بعدا شما نوش جان میکنیم یا مهمانان نوش جان میکنن. در این قسمت ما یک دونه مایچه روغنی داریم که قبلا این هم با روغن پخته شده و این هم به سینی ما اضافه میشه. ما سیر هم میگذاریم به سینی معمولا سین، چون خیلی از این مشتریا و اینا طرفدار از این سیر هم. در این قسمت هم بعد از اینکه سینی ما آماده شد خیال شد داریم ما فلفل تازه میگذاریم به سینی خو. در این قسمت هم کمی پیاز داریم ما به خاطر پیازی که قبلا هم آماده شده با سرکه و با خیلی مواد خاص و با نحنا این به سینی ما. این قسمت هم که آخرین چیز سینی ما که آماده میشه یک قیمیه به خاطر دیزاین و مقبولی سینی ما. این هم شد از سینی 3 نفره ما که طوری که شما و بینندگان عزیز مشاهده میکنن سینی ما فعلا آماده است. این همه غذا داخل یک سینی؟ دقیقاً این خود داخل این تنها یک برنج و این سینی که ما اینا تیار کردیم. در این قسمت باز ما بخش یک سینی 3 نفره ما 3 دونه پیپسی داره، 3 دونه ماست داره، نان خشک و قاشق و سوپی که قبلا هم آماده شده سوپ هم هسته. بله دقیقاً اینا همه داخل یک سینی 3 نفره میشه. و مربوط کلا اینا همه مربوط یک پاکیت میشه. بله دقیقاً. در مقابل سخنان شما متوجه شدم گفتین گوشت روغنی. بله گوشت روغنی. یعنی باری اسم گوشت روغنی رو میشنوم. این گوشت روغنی ما که هست میتونیم شما مشاهده کنین در این قسمت. خیلی خوب. قبلا ما اینو
کلا اینا گوشت روغنیه. کلا اینا گوشت روغنیه، گوشت و گردن و مایچه و بالاخره گوشت سچار نوع گوشت به داخل از که هر کدوم باز در هر قسمت در بین از روغن ها دو بین روغن ها دقیقاً داخل روغن گوشتی هم شاید خیلی نرم باشه. خیلی نرم و لذیذ و خوشمزه. کلا این روغن پخته میشه که مخصوص همین سینی‌های 3 نفره. خیلی بیننده‌های عزیز، طبقی که بسیار عالی و با تخصص سرآشپز صاحب همو سینی را در کل با ما به نمایش گذاشتن و از این 0 تا 100 با ما جور کردن و آماده برای خوردن، برای استفاده کردن. دیگه مرد ما یک کسی گیر بخوره نالی. خیلی عالی، خیلی عالی. این در کل بله 3 نفره دیگه، درست؟ بله تقریبا برای 3 نفر. دقیقاً 4 نفری هم این شکل باز تفاوت داره در قسمت پیپسی و گوشت و بعضی چیزای دیگه. مردم افغانستان مردم کمی اقتصادی هستند. قیمت یمی در کل این پیکی چنده؟ این تقریبا 1300 افغانی میشه یا 1300 افغانی. بله خیلی خوبه دیگه برای 3 نفر یا بعضی فامیلا میایم برای 4 نفر 5 نفر هم حتی استفاده میکنم. خیلی خوبه. یعنی واقعا همه چیز خوب داخل یک سینی هسته، از کوبیده گرفته تا کباب پاچین، کباب مرغ و گوشت روغنی، قیمه، سالات و پیپسی و نوشیدنی و ماست. بیننده‌های عزیز، ما بخشی از آشپزخانه و همچنان یکی از فعالیت‌هایی که سینی عربی 3 نفره بود به تصویر کشیدیم و چون وقت برنامه کمه نمیشه کلی آشپزخانه رو به تصویر بکشیم. با ما همراه باشیم و ما قرار از آشپزخانه بیرون شویم، پس به صحنه رستوران بریم. با ما همراه باشیم. بیننده‌های عزیز، در ادامه برنامه و تمام امکاناتی که رستوران کیکونوس داشت، در یک بخشی کافی شاپ و همچنان همو به اصطلاح وطنی چایخانه اینا دارن که یک سماور بسیار عالی، چای بسیار عالی و با تمام تجهیزاتی که یک چای میتونه داشته باشه که عبارت از تخمک و بالاخره شیرینی و نبات و که مدیر صاحب خود اینا توضیح میدن. خب همینطور که من خدمت شما توضیح دادم، بخش چای ما تفاوتی که با دیگه رستوران ها و دیگه بخش های اینا میکنه دقیقاً اینه که در واقع ما پکیج چای ما بسیار یک پکیج بسیار کاملیه که شما در تصویر هم مشاهده میکنین. همراه با یک پکیج بسیار خوبی که لواشک داره، خود بیسکویت های نانی خوبی که خیلی خوشمزه داره، همراه با معجون بیسکویت خوب، همچنان با خود نبات زعفرانی که شما مشاهده میکنین، همراه با تخمک و شکلاتی که میتونه هر پکیج داشته باشه. و این در سماواری که شما مشاهده میکنیم سماور میسیه که در داخل از آب جوش انداخته میشه و در داخل از اگه شما اینجا مشاهده بکنیم زغال تازه انداخته میشه و تا 3 ساعت میتونه در نزد مهمان موجود باشه و مهمان آب جوش استفاده بکنه. اگر تو در تصویر مشاهده بکنین شما اکنون آب جوش داره. دقیقاً بله آب جوش داره. اینجا یک شیر داره که میتونیم شیر رو واک کنیم، یک کش بکنین، بعد از آب جوش در داخل لیوان بندازونین. خیلی خوب. بعد از زوید بند کنین میتونین. چای نظر به درخواست میمون چون سبز بوده به اصطلاح مایع گفته میشه، درست؟ پس تو باره میگذاریم سر جایی که مایع هم داغ باشه و این قسم نزد میمون شما باشیم خدمت شما تقدیم. قربان شما، تشکر. من می بهانه یک چای هم می‌نوشم، درسته؟ سلامت باشین. نوش جان. باشه که ما ببینم چی یک واو چی یک همین داره. چای سبز درسته نه؟ چای سبز بله. بیننده‌های عزیز، در دیگه برنامه خود لغمه رو به شما نشون میدادم، این چای به شما نشون میدادم. واقعا یک چای کاملا به اصطلاح عامیانه بگم بی‌نظیره. و ایره قراره خود شما بریم بیرون بم صحنه رستوران بخوریم، درسته؟ چشمی من به یک دیگه توفه هم خورده. او چیه مدیر صاحب؟ باز یک پکیج جداییه که در واقع پکیج میوه خشکه که بعضی از میمونان نظر به درخواست از اونها میشه سفارش بدن. بازم خدمت شما میگم پکیج میوه خشک ما شامل 3 بخشه عمده میتونه باشه، شامل پسته، بادام درختی همراه با تخم خود کدو و تمام این میوه‌جاتی که در واقع آورده شده از یک شرکت بسیار خوبه معتبره که کلا همه چیز تازه و البته با معیارهای استاندارد خود است که شما مشاهده میکنیم هر کدوم یک اکسیر میتونه باشه. خیلی عالی. مدیر صاحب، ما همیشه بخش اقتصادی را مد نظر میگیریم برای مشتری. کلا از پکیج همراه با این چقدر میایه؟ خب نظر به درخواست میمونا پکیج چای با سماور قیمت از 300 افغانی میشه که در واقع میتونن 5-6 نفر از میمونای ما به صورت کاملا سیر چای بشن و از استفاده بکنن. و همچنان باز این بخش ما کسه چون هر کدوم مقداری هست، یک سیر از پسته، یک سیر بادام و همچنان خود تخم کدو اینا
در کل قیمت از این پکیج میتونه 300 افغانی باشه که در کل در نظر بگیریم 600 افغانی قیمت هم پکیج میوه خشک همراه با پکیج خود چای سماور کامل. به اصطلاح عامیانه بگیم جرامت نداره. جرامت دیگه قیمت ها چون نظر به سیستم داریم ما قسم تنظیم و ترتیب شده قیمت ها ثابت شده. بله. خیلی خوب خیلی خوب. ما مدیر ثروتمند از این پکیج استفاده میکنیم. با ما همراه باشین. همراهان عزیز در قسمت پایانی برنامه رسیدیم و رستوران قطنوس در کل به تصویر کشیدیم و این قسمت آخری اونه که سالونی گفته میشه و فضای بسته گرم و هم جای فامیلی داره، چوکی های منظمی داره و میشه اینجا هم صرف طعام و همچنان چای و بالاخره لحظه سپری کرد. برنامه ما به پایان رسید. بازم اگر دوست دارین و لوکیشن هایی که خود شما مشخص بسازین در کامنت نوشته کنین تا برای شما ویدیو بسازم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.